در سال 90 برای من یه اتفاقی افتاد. بعضی زخما آقای نجف زاده هیچ وقت خوب نمیشه. خدا به من یه فرزندی داد در بیمارستان امام خمینی تهران که نامش رو گذاشتم فاطمه زهرا. وقتی که رفتم همسرمو مرخص کنم، دکتر بهم گفتش که مادر رو میتونید مرخص کنید اما فرزند بمونه. خب شنیده بودم بچه‌ها مثلا زودتر به دنیا میان، تو دستگاه با چند روزه زردی دارن، این حرفا. مادر بدون اینکه فرزندش رو ببینه مرخص شد و بی‌تاب دیدن فرزندش. باید انتقالش بدید با آمبولانس بیمارستان شهید رجایی. مشکل قلبی داشته. گفتن یکی از رگ‌های اصلی تشکیل نشده، یه آمپولیه، باید این آمپول رو هر روز به این بچه بزنید. رگ‌ها رو بازتر میکنه تا بتونید تنفس کنید. آمپول خیلی گرون بود اون زمان برای من. آقای اونجا واسطه بود که بهم گفتش که آمپول چند می‌خری؟ گفتم 3000 تومان. گفت من یه آمپول می‌خرم برای بچه‌م 1 میلیون تومان. هر روز این آمپول می‌خریدم. 10 ماه رمضان یادم نیستش، اصرار که برو براش شناسنامه بگیر. بیمارستان من استاکت گفتش که صبر کن آقای خراسانی. گفتم که چرا، مگه چیزی؟ گفت نه بالاخره این بچه بزرگم بشه 1000 تا مشکل داره. این 5 سالگی باید یه عملش کنی، 10 سالگی عمل، 15 سالگی عمل. حالا بالاخره ما تلاش می‌کنیم و چیزی من نگفت. اصرار همسرمو نپذیرفتم تا 18 ماه مبارک رمضان، یعنی شب قدر، که اصرار کرد که برو برای بچه شناسنامه بگیر. یادم نمیره این لحظه رو. شناسنامه تو دستگاه که اومد بیرون، من شناسنامه رو گرفتم، تلفنم زنگ زد، موبایلم برداشتم، سلام علیکم، میگم بیمارستان، سریع آمپول برس. گفتم باشه. رسیدم جای پیشخون پرستاری، آمپول رو با یه پک گذاشتم روی پیشخون، گفتم این آمپول. آخه گفتش که ببخشید، گفت بچه‌تون نموند. گفتم بچه‌م کجاست؟ گفتن تو سردخونه است. گفتن که ما بچه‌های کوچیک رو با هم به خاک میسپاریم. گفتم نه، من میخوام برای بچه‌م قبر بخرم، میخوام تنها خاکش کنم. و من موندم سر خاک با تلفنی که پشت سر هم زنگ میزد. گوشی رو از جیبم در آوردم، دیدم که همسرمه. گفت دلم شور میزنه، بچه چجوریه؟ گفتم بیمارستانم، آمپولش رو آوردم، بچه خوبه. هر کسی شب قدرش یه شبه. با صدای ناله و فریاد همسرم از جا پریدم و دویدم تو اتاق. دیدم رو تخت نشسته و گریه میکنه فقط. امروز من نبردی بچم شیر بدم. من مادرم، میفهمم که بچم الان گوش نشه. من الان شیر دارم، الان منو ببر بچم شیر بدم. من فقط داد میزدم و با صدای در به خودم اومدم که همه همسایه‌ها پشت در خونه‌ام بودن.